ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 14. تقریباً بعد 1000 سال اخباری مهابهارت در سرچشمه های چینی نیمه عصر 7 میلادی درباره اسب‌های تخاری معلومات مهم ذکر شده است. سیاح و واقعه‌نگار چینی سیویان تزن هنگام سفر به سرزمین تخارستان که تقریباً سالهای 639-645 صورت گرفته بود، ملک‌های دمی، ترمیز، چیا، یان، چغانیان، ناحیه‌های شمال و شرقی وادی حصار، شومان، ناحیه‌های مرکزی و شرقی وادی حصار، تسزیوی، خیان، قبادیان، خوشا، وخش، کدالا، خوتلان، پالیل خا، فرخار، باداچوان، بدخشان، اخبار جالب و مشاهده های خاطرمان را به قلم می آورد. او هنگامی تصویر پایتخت ختلان که سه چونن نام داشت و در آن قرارگاه پادشاه جای گرفته بود، از مرزهای حاصلخیز و زراعتهای گوناگون آن خبر می دهد. سیاح چینی ضمن معلوماتش می افزاید که این مملکت از اسب‌های خوش‌ذات عالی جناب و پلنگ‌های زردموی، احتمال شیر یا ببر باشد، بای بود. در آخر خبر داده می شود که در این ولایت 4 کوه نمک است و در حقیقت حالا هم در قریبی واسع خواجه مومن نام کوه کلان نمک هست. موافق معلومات سالنامه‌های خطایی سلاله تن در عصر 8 از تخارستان و دربار پادشاهان چین چندین بار اسب‌های خوش‌ذات و دوند ختلانی را تحفه برده بودند. همچنین در سالنامه‌های خطایی تنشو و سویشو آمده است که در ختلان اسب‌های خوش‌ذات زیبا پرورش می‌کنند که در بین ذات اسب‌های تخارستانی بهترین است. گویا اسب‌های ختلانی از نسل اسب‌های آسمانی که در یکی از غارهای بلندکوه تخارستان زندگی می‌کنند پیدا شدند. واقعاً به اسب‌های تخاری نسبت دادن پیدایش اسب‌های ختلانی در این سالنامه‌ها بی سبب نیست. چنان که در بالا گفته گذشتیم، اسب‌های باختری، تخاری و ختلانی اصلاً زینه تکامل و بهشوی نسل همان اسب‌هایی است که آفریننده و احیاگر آن خلق تاجیک می باشد. اسب‌های باختری نسبتاً ریز جثه و پربرداشت بوده، سر اولاد اسب‌های تخاری و ختلانی به شمار می رفتند. تفسیر و تکمیل علمی این قضیه را به متخصصان واگذار نموده. همین را می افزاییم که تاریخی پدید آمدن و تشکل و تکامل یافتن ذات اسب‌های باختری، تخاری و ختلانی زینه‌های پی در پی یک ایولوسیوی عجیب بیولوژی را فرا می‌گیرد. این ایولوسیوی بیولوژی تاریخی 1000 ساله ها را فرا گرفته با ژنتیکی خلقی از پشت به پشت و نسل به نسل بهتر نمودن ذات اسب از روی قد و بست، رنگ بدن و طرح پیکر، درازی میان و پایها، نظام گردن و کنده سینه، شکل پیشانی و نمودی روی و غیره اساس یافته است.
همچنین از جانب اسبشناسان و آفرندگان ذات‌های نسبتاً بهتری اسب، صفت‌های پرطاقتی، دوندی، چابکی، فاصله جهش و خیزگیری، نظام و موزونی حرکت به حساب گرفته می شد. اِوولوسیون بیولوژی اسب را در سرزمین نیاگان تاجیکان می توان یک مکتب بزرگی آفریدن نسل‌ها و ذات‌های نسبتاً بهتری اسب شمرده یکی از عامل‌های اساسی به میان آمدن ذات‌های نوی اسب در آسیای میانه و کشورهای دیگر دانست. مورخان و جغرافیدانان عصرهای 9-10 عرب، استخری، مقدسی، یاقوت، ابن خردادبی و دیگران هنگامی توصیف نمودن ولایت‌های ختلان دایر به اسب‌های خوش‌ذات و زیبای ختلانی استاده می‌گذارند که بیشتر چابوکی، دوندی و پرطاقتی این اسب‌ها را ذکر نمودند. موافق روایت ابن خردادبی، اسب‌های ختلانی از ذات اسب‌های آبی رویدند. او قید می‌کند که در ختلان حوض با نام نازکول وجود داشته است که در آن اسب‌های آبی زندگی می‌کردند. هنگامی که اسب‌های گله پادشاه به این حوض برای آبنوشی می‌آمدند، این اسب‌های آبی با مادیان‌های گله پادشاه جفت شده و درآمیخته ذات اسب‌های دوند و تیزتک ختلانی را به میان آوردند. همین طریق شهرت اسب‌های باختری، تخاری و ختلانی توسط کشورگشایان و لشکرکشان، مورخان و سالنامه نویسان، واقعه نگاران و سیاحان، تاجران و سوداگران در کشورهای مشرق و مغرب پهن شده نسل این اسب‌های خوش‌ذات به بابل و آشور، هند و چین، فارس و یونان، روم و آذربایجان، کشورهای عرب و اندلوسیا، اسپانیای کنونی راه می‌یابد. و معلومات خیلی جالب آن است که به بابل و آشور قدیم، ماد و یونان حتی تخمی اسپیست یونچقه را از حدودهای اسب‌پروری آسیای میانه بردند که در قلمرو این دولت‌ها با نام غذای سبز اسب شهرت پیدا کرده است. و گذشته از این سیاح خیتایی چژان تسیان که سال 126 تا میلاد به تخارستان و دیگر شهرهای آسیای میانه سفر کرده بود، به قول خودش از این سرزمین ذات مخصوص اسب‌های آسمانی و تخم اسپیست یونچقه را به چین برده است. یونانیان قدیم باشند اسپیست را علف خودروی اسب‌های سکایه‌های باختر می شمردند و دوندی و چابکی اسب‌ها را از اثر این غذا می پنداشتند. حتی بعضی راویان و مورخان تخمین می زنند که نسل بوتسیفل نام اسب دوست داشته اسکندر مقدونی از ذات اسب‌های باختری بوده توسط سوداگران فارس به یونان زمین افتاده است. پدر اسکندر فیلیپ این اسب سمند را به 13 تلنت تقریباً 340 کیلوگرم نقره از اسب پروری فسلی فیلانیکاس خریده بود. معنای بوتسیفل اصلاً برزگاو سر است. از بس که اسب پیشانی وسیع، طرح روی موزون، گوشهای راست و گردن و پیش سینه‌ای با قوت داشت، برایش همین لقب را گذاشته بودند. و هنگامی که اسب نامی اسکندر بعد محاربه‌های شدید در دیدسپ نام موضع کناره‌های باختر به هلاکت رسید، اسکندر مقدونی از غایت مهر و اندوه به خاطره اسب دوست داشته‌اش شهرکی را با نام بوتسیفل بنیاد نمود. دیرتر هنگامی لشکرکشی‌های اسکندر
اسب‌های خوش‌ذات باختری جای بوتسیفل را عوض نمودند که ده‌ها سییس و اسبانان یونانی و باختری به پروریش و نگاه و بین آنها مشغول بودند. اسکندر مقدونی بعد لشکرکشی‌ها به کناره‌های سوخت و سرزمین سکایی‌ها شماره اسبان دوست داشته خود را از حساب اسب‌های ریزه جثه و تیستک سغدیان و سکایی‌های اسب پرور افزون نمود. این لشکرکشی اسب دوست و اسب شناس وابسته به لحظه های جنگ و رزم، تنتنه و مراسم های دولتداری، شکار و لحظه های صیدگیری اسب های خود را عوض می کرده است. ناگفته نماند که اسکندر از حساب سپاهیان باختری و سغدی دسته توانای جنگاوران سواره را تأسیس داده، سروری آنها را به لشکرکشان باختری واگذاشته بود. مورخان یونانی کوینت کورتسی اریان از سلاح‌های مکملی جنگی باختری ها و زره‌های فلوزی آنها خبر می‌دهند. آنها به سر کلاه خود داشتند. همچنین سپرهای گوناگون حجم و گوناگون شکل را برای محافظت خود استفاده می کردند. به قول گیرداد، اسبهای مسگیتها به وسیله برگستوان محافظت کرده می شدند. از احتمال دور نیست که عموماً آسیای میانه جای تولید افزار محافظه اسب برگستوان باشد. این اختراع مهمی جنگی به طرف غرب به ایران هخامنشی، به طرف جنوب به هندوستان، به طرف شرق به خیتای پهن گردید. در آسیای میانه دوچرخه های جنگی هم موجود بودند. ذات اسب‌های باختری در جریان لشکرکشی های اسکندر مقدونی به یونان زمین راه گشاده، در آنجا با نام اسب‌های فارسی شهرت یافتند. این اسب‌ها بیشتر برای سواری حاکمان و سرلشکران و پایگه و اسب‌تازی‌های میان اشرافان که در یونان و ریم قدیم صورت می‌گرفت استفاده می‌شدند. دیرتر این اسب‌ها از یونان و ریم به دیگر مملکت‌های اروپا پهن شده برای لشکرکشی‌های بربری‌ها و اهل صلیب زمینه مساعد فراهم آورد. یکی از ذات‌های خیلی مشهور و آوازدار اسب‌های سواری و جنگی اسب‌های عربی یا تازیمی باشند که هنگام کشورگشایی‌های مسلمانان و پهن شدن دین اسلام خدمت بزرگ نمودند. عجابت تاریخ آن است که عرب‌های اشترپرور که احیان اسب را می دیدند و از ذات اشتر هم خداوند برایشان اشترهای یک کوهانه درمیدر برای سواری و بارکشانی نامناسب را نصیب گردانده بود، در تاریخ با نام آفرنده ذات اسب‌های عربی مشهور شدند. در اصل سراولاد اسب‌های عربی همان اسبان خطلی یا خطلانی می باشند که کلی سیاحان و واقعه نگاران عرب چنان که بالاتر ذکر گردید در توصیف آن مدحیه ها گفتند. عرب‌های صحرانشین و بدوی که شیر اشتر را مایه اساسی زندگی می پنداشتند، هنگامی ضبط نمودن دولت ساسانیان و خراسان و ماوراء النهر صاحب گله اسب‌های خوش‌ذات شده اشتربانی و اشترسواری را قریب از یاد بردند. حتی عقبانان یکی از سرلشکران عرب هنگام کشورگشایی‌ها به ساحل اقیانوس اتلانتیک رسیده اسبش را به پهنای ناپیدا کنار آب میراند و روی به خدا می آورد که در زمین دیگر خشکی نماند تا پایمالی سوم اسب‌های لشکری من گردد. ذات اسب‌های عربی در نتیجه جفتی کناندن اسب‌های خطلانی
و دیگر نمودی اسب‌های آسیای میانگی، اخلتیکینی، قراباهیری با ذات اسب‌های قسمت شمالی افریقا پیدا شده است. اسب‌های بدوی عربی دیرتر در اروپا همچون اسب‌های جنگی شهرت پیدا کرده در فرانسه، انگلیا، اسپانیا و مملکت‌های دیگر پرورش یافتند و با همین وسیله به علم اسب شناسی وارد گردیدند تا شهرت یافتن ذات اسب‌های سواری انگلیسی. اسب بدوی عربی در سراسر کشور اروپا مخلصان زیادی داشت. در پیدایش نسل اسب‌های آوازدار انگلیسی نیز خدمت ذات اسب‌های نیاگان تاجیکان خیلی کلان است، زیرا انگلیس‌ها در طول یک چند عصر هندوستان را چون مستملکه نگاه داشته بی واسطه از حدود بلخ و افغانستان، کنارهای امارات بخارا یا قلمرو هندوستان اسب‌های خوشزاد را به انگلیا می‌فرستادند. در نتیجه تقریباً 200 سال از این مقدم بر اثر جفتی کنانی اسب خوتلانی، اسب بدوی عربی و اسب اسپانی و نیاپلیتانی ذات اسب انگلیسی پدید آمده است. عموماً هنگامی در بابت ذات اسب‌ها سخن راندن، اسب‌های خوش‌ذاتی باختری و تخاری و ختلانی را از مد نظر دور انداختن امکان ناپذیر است، زیرا این اسب‌های خوش‌ذات و زیبا پیکر در پیدایش ذات اسب‌های آذری، اخلتیکینی، قراباهیری، تریکی، قسطنئی، علل خصوص ذات اسب‌های عربی و انگلیسی سهم مناسب دارند. می توان گفت که در نتیجه گسترش سیاحت‌های بحری، کشف قطعه‌های نو و گشادن راه‌های بین قطعه‌ای نقلیات آبی در عصرهای 15-16 سودای بحری رواج یافته، اهمیت شاهراه ابریشم و دیگر راه‌های کاروانگرد رو به کاهش می آورد. مرکزهای تجارتی و نقطه‌های بزرگ سودا از چهارراه‌های کاروانگرد به بندر و خلیج‌های خرد و بزرگی کشتیگرد می‌کوچند. به هند و چین و به دیگر ممالک مغرب و مشرق نظر به اسب و اشتر با کشتی‌های بادبانی رفتن آسان‌تر و کم خرج‌تر می‌گردد. در نتیجه قدر و قیمت اشترهای کاروانگردی باختری و اسب‌های آوازدار در پیمودن راه‌های دور و درازی بین قطعه‌ای تجارتی کم شده، تشبث به دست تاجران و سوداگران راه‌های بحری می‌گذرد. دیرتر بر اثر اختراع پروازهای بوقی، اتومبیل‌ها، سمالیات و ورتلیات‌ها شکل‌های نو و مکمل‌تری علاقه‌های بین قطعه‌ای و رفت و آی میان مملکت‌ها پدید آمده در طول 100 ساله آخر جای اسب و اشتر را خیلی تنگ کردند. ولی به همه این نگاه نکرده، در شرایط بلندکوه تاجیکستان اسب یار و یاوری بی بدلی ساکنان دیهات بوده صدها مشکلات آنها را آسان می گرداند. در جهان امروزه پایگاه و مسابقه های اسب‌تازی یکی از نمودهای خیلی پسندیده ورزش به شمار می رود و اسب‌های خوش‌ذاتی تیزتک و دوند با نرخ خیلی گران خریداری می شوند. بعضا نرخ اسب‌های در مسابقه ها غالب آمده از صدها هزار تا به میلیون‌ها دلار می رسد. مثلا چند سال پیش اللیگل نام اسب ذات انگلیسی که از 10 پایگاه اسب دوانی در 9 تاش غالب آمده بود، از جانب ثروتمندی با نرخ 16 میلیون دلار امریکایی خریداری گردید. می توان گفت که با این مبلغ امروز 5000 ماشین پر اقتدار خریدن ممکن است که نیروی محرک هر کدام آنها به 100 قوه اسب
برابر می باشد. امروز هم مردم تاجیک قیمت اسب را می داند. به نگاه و بین و پرورش و گرفتن نسل‌های بهتری آن کوشش می نماید. با این در حدود جمهوری پیدا شدن چندین خواجگی‌های سهامی و خصوصی اسب پروری مثال شده می تواند و کسی که یک بار منظره بزکشی و پایگه و اسب دوانی‌های تاجیکان را دیده باشد، گمان است که آن را تا دیرگاه فراموش کرده تواند. اعتماد و باوری دارم که مردمی سربلند تاجیک با وجود بی‌عدالتی‌های تاریخ و با نام قوم و ملت‌های دیگر شهرت یافتن ذات اسب‌های اصیل نیاگان خیش، آفریدن اسب ذات تاجیکی را ادامه می بخشند. ناگفته نماند که اسب ذات تاجیکی در دوام بیش از 50 سال در نتیجه جفتی کنانی ذات اسب‌های انگلیسی و عربی رویانده شده از روی قد و بست و طرح پیکر خیلی زیباست. اسب ذات تاجیکی در قیاس جثه و قد از اسب‌های عربی کلانتر و تنومندتر بوده، از اسب انگلیسی اندکی خردتر است. در عرفیت می گویند که مشکلی نیست که آسان نشود، فقط ضرور است کمر همت ببندیم و شهرت اسب‌های باختری، تخاری و ختلانی را در تمثال اسب ذات تاجیکی جای داده آن را باری دیگر مشهور عالم گردانیم. و گمانم دلیل‌های آورده بسندند که به موضوع شهرت اسب نیاگان خاتمه گذاریم و اگر از زبان عالم توانای قرن 20 آلبرت اینشتین گوییم، در نزد جناب دلیل دیگر جای اعتراض نیست و به رسم احترام باید کلاه از سر بگیریم. چون سخن از باب باشنده های دراز کلاه اسب پرور و چارواداری باختری قدیم رفت، از زبان اینشتین بزرگ آید به کلاه سخن آوردن بخشنده است. هرچند مقام اسب در قرن 20 کاهیده، جای آن را وسایط قلیتر و مساعدتری سواری و بارکشانی اشغال می کند، این عمل خدمت تاریخی اسب‌های باختری را در تشکل تمدن و دولتداری تاجیکان کم کرده نمی تواند، زیرا این یک زینه نوبتی پیشرفت جامعه بوده. به آیین‌های سپاهداری و لشکرآرایی، زندگی شهرنشینی، بنیاد استحکام و قلعه‌های مدافعوی، گسترش تجارت و سودا، گشاده شدن راه‌های نوی کاروانگرد و صدها عملی نیک مساعدت نمود. ملت اسب دوست و صاحب ذوق تاجیک از دوره‌های اولی دولتداری برای چابکتر و زیباتر نمودن ذات اسب کوشیده، در تمثال اسب‌های باختری، تخاری و ختلانی یک داستان عبرت‌انگیزی سرنوشت اسب ملی خیش را آفرید. سرنوشت اسب باختری با تقاضای زمان باعث پدید آمدن و یکی از عامل‌های اساسی تأسیس یافتن نخستین آیین‌های دولت و دولتداری تاجیکان گردیده به نتیجه‌های زیرین آورده رساند. یکم، اسب‌های باختری به حفظ حدودهای سرحد، زده‌گرداندن هجوم اجنبیان، تأسیس دادن لشکری سواره، تکمیل دادن و آفریدن سلاح‌های نوی نبرد، افزودن قدرت لشکرکشی، اقتدار حربی، تکمیل تاکتیک و استراتژی جنگی و گسترش دادن دیگر عنصرهای صنعت مدافعه و کشورکشایی‌ها مساعدت نمود. دوم، خدمت اسب‌های باختری در کشادن راه‌های کاروانگرد،
شاهراهی لاجورد، بعدتر شاهراهی بزرگی ابریشم، گسترش یافتن تجارت و سودا با مملکت‌های مشرق و مغرب، پیشرفتن سطح اقتصادیات و تمدن باشندگان باختر و سوخت خیلی بزرگ است. وسعت یافتن تجارت، گشاده شدن راه‌های نوی کاروانگرد باعث در سری چهارراه‌ها و موضع‌های مهم اهالی نشین پدید آمدن بازار و کاروانسرای‌ها، رسته‌های کاسبی و هنرمندی و شهر و شهرستان‌های خرد و کلان گردید. این در نوبت خود به آمیزش تمدن‌های همجوار، گسترش رابطه‌های فرهنگی، کیش و مذهب‌ها و جهان معنوی نیاگان تاجیکان مساعدت نمود. سیوم، اسب‌های باختری مددگاری به منتی کشاورزان و دیگر باشندگان مقیمی گردیده مهنت آنها را خیلی آسان نمود. این خواه ناخواه به یک زینه بالاتری پیشرفتی جامعه مساعدت نموده در نوبت خود به ساختن منزل، مبادله اشیا، تکمیل آلات مهنت، رواج یافتن عملهای کاسبی و هنرمندی، تنظیم مبادله و سودا باعث گردید. چهارم، موجودیت سربازان سواره و پیاده، دسته های سپاهیان و نظامیان به طبقه های اجتماعی تقسیم شدن اهالی را تیزانیده، معیارهای دستگاه نظارتی و مأموری دولتداری را به میان آورد. تدبیرهای حفظ سرحد، بنیاد استحکامهای حربی، ستاندن باج و خراج و غیره گسترش یافتند. این در نوبت خود باعث پدید آمدن نظام دولتداری، دستگاه مأموری و اداره کنی گردید. در انجام سرنوشت اسب‌های باختری همین را می افزاییم که این اسب‌ها گهواره نخستین دولت و دولتداری تاجیکان را به جنبش آورده، در تشکل تمدن و دولت توانای باختر و سوخت خدمتی ارزنده کردند. شنونده های گرامی، شما گفتار 14 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.